سلام، جانداری داریم به نام دمودکس که نوع کنه میکروسکوپی به شمار میاد و به طور طبیعی در فولیکول‌های مو و غدد چربی پوست انسان زندگی میکنه. وجود تعداد کمی از این انگل‌ها در پوست و مو بی‌ضرر و حتی مفیده، اما افزایش بیش از حد جمعیت دمودکس‌ها میتونه منجر به مشکلات پوستی زیادی بشه، مثل آکنه، خارش، قرمزی و التهاب. دوستان، دمودکس‌ها شبیه کرم‌های ریز و بلندی هستن که 8 پا دارن و به صورت نرم ماده در نواحی چرب پوست زندگی میکنن و از سبم ابرو، مژه، سر و صورت ما تغذیه میکنن. در برخی از افراد تراکم و جمعیت انگل‌ها زیاده و مشکلات پوستی بسیاری دارن. دوستان، انگل‌ها خودشون رو به فولیکول و پیاز مو میرسونن، شروع به تغذیه میکنن و همین امر باعث ضعیف شدن پیاز مو، ریزش مو و چربی بیش از حد میشه. و حالا چرخه عمر این انگل‌ها. جالب اینجاست که بدونین این انگل‌ها در تمام طول عمرشون هر چی میخورن و دفع نمی‌کنن و بعد از مرگ و متلاشی شدنشون محتویات داخل شکم اونها به همراه باکتری و عفونت‌های داخل بدنشون روی سطح پوست و زیر پوست پخش و تکثیر میشه. پیشنهاد میکنم حتما آنالیز کف سرتون رو انجام بدین و جلوگیری کنین از بیماری‌های کف سر.